و اگر بخوایم دلیل باخت دیشب رئال مادرید رو بررسی کنیم، به نظر من 90% برمیگرده به مدافعای رئال. چرا؟ چون رئال اول بازی 2 تا گل زد، ولی مهم این بود که نتونست اون برتریشو حفظ کنه. چی شد؟ اگه کارواخال، رودیگر، میلیتائو، مندی تو بازی بودن، آیا نیمه اول بارسا میتونست این همه گل به رئال بزنه؟ قطعاً نه. رئال مادرید کرنر خورد. از کی خورد؟ تازه از گارسیا اونقدر قد بلندی هم نداره. اگه رودیگر بود، اگه میلیتائو بود، قطعاً اینجوری نمیشد. اون توپی که واسکز لو داد و رافینیا راحت گلش کرد، خب اون توپ اگه کارواخال بود قطعاً اینجوری توپو لو نمیداد. و اصلی ترین دلیل باخت رئال از نظر من همین بود. رئال توی حمله خوب بوده، یعنی قشنگ ضد حمله میزد، اونجوری که آنجلوتی معمولا حمله میکنه. تاکتیک ضد حمله ایش خوب بود، زیبا بازی کرد واقعا. امباپه عملکرد خوبی داشت، وینی تقریبا خوب بود، 2 تا پاس گل داد، ولی از لحاظ دفاعی کم بود. اگه رئال مادرید دفاعی اصلیشو توی بازی داشت، مطمئنا 2 تا گل که به بارسلونا زد، بارسلونا به این راحتی نمیتونست دیگه برگرده به بازی. حداقلش این بود که بازی مساوی میشد.